سالار جناب فرمانروا آمنحتب سوم به جرم خیانت به همدستی با دشمنان مصر و به جرم سوء قصد به جان فرمانروا و همسر و فرزندش به دار مجازات آویخته می شود. جسد او بر بالای دار می ماند تا به تدریج بمیرد و جسم او طعمه پرندگان شود. او هیچگاه سرزمین غرب را نخواهد دید و در آنجا زندگی جاودان نخواهد یافت. هیچگاه مومیایی نخواهد شد و برای همیشه نابود خواهد شد. هیچ یک از این فرامین نمیتواند مانع رسیدن من با خدای یگانه شود. من دیگر با این مسخره شما نیستم. از خدایامون بیزارم، بیزار. دهانت را ببند کافر بی ایمان. ساکتش کنید. ساکت کنید. از خدا میخواهم که به من قدرت دهد تا سختی این مرگ تدریجی را تحمل کنم. تو حق داری. باید کسانی دیگر به جای تو به دار آویخته می‌شد. ای کاش فرصت می‌کردم تو را هم با این یکتاپرستی آشنا می‌کردم. ای کاش می‌توانستم فرزندانم را با یوزرسیف پیامبر خدا آشنا می‌ساختم. خوشحالم که تو نجات یافتی. هر اتفاقی اگر برای تو پیش می آمد من در دست پروردگار خود شرمنده و گناهکار می بودم. احساس نمی کنی که او می خندد؟ چرا؟ من هم احساس می کنم. موضوع چیست؟ چرا می خندد؟ فکر می کنم یقین دارد پس از مرگ بهترین جایگاه را خواهد یافت. من نمیفهمم. مگر کسی که به غرب نرود و مومیایی نشود میتواند پس از مرگ جایگاه خوبی داشته باشد؟
یک روز متهمان اصلی این ماجرا را بالای دار خواهم فرستاد. روزی آنخ ماه و دیگر کاهنان سزای عملشان را خواهند دید. حرکت کن. یوزارسیف کجاست؟ جناب یوزارسیف، خوابی که تو تعبیر کردی اتفاق افتاد. آپوپیس را به دار آویختند. میدانستم. از صبح تا به حال برای او دعا میکنم. خدایش بیامرزد. این روز هم آزاد شد و به شغل سابقش نزد فرمانروا بازگشت. تعبیر این چنین دقیق چگونه ممکن است؟ تعبیر و پیشگویی عکس و گمانی است از نزد خود. من تعبیر کردم. حقیقت و باطن خواب آپوپیس و ایناروس رو از نزد خداوند به آنان آشکار نمودم. از خود چیزی نگفتم. خداوند همه ما و آپوپیس را بیامرزد. چگونه پیشگویی کردی یوزارسیف؟ از طریق جادو یا شیاطین؟ آیاتی که برای دیگران نشانه هدایت هستند برای ظالمین جز خسران و زیان حاصلی به بار نمی آورند. ظالم خودت هستی، جادوگر، ساحر. من آنقدر احمق نیستم که ادعای پیامبر بودن تو را بپذیرم. تو یک پیشگو، یک جادوگر بیش نیستی. خب جناب یوزارسیف، از جادوگری جدید و پیشگویی تازه چه خبر؟ تو به چند سال زندان محکوم شده ای؟ تا ابد. زاویرا فراموش خانه است و به این زودی کسی از اینجا رها نمی شود. تو نینیفر به زودی از زندان آزاد خواهی شد. امیدوارم این رهایی از بند زندان تو را به رهایی از بند شیطان سوق دهد. شما شنیدید او چه گفت؟ امیدوارم این سخن یوزارسیف به حقیقت نرسد و تو تا ابد در زندان بمانی. اگر این پیشگویی محقق شود به تو ایمان میآورم. یقین پیدا خواهم کرد بزرگترین جادوگر و ساحر مصر هستی. مرده ها نمی شنوند. پیام حق و کلام صدق در گوش جانشان نمی نشیند. و اگر ندای حق را بشنوند یا پشت می کنند یا کذب می کنند یا سحر می کنند. بیایید برای روح آپوپیس دعا کنیم. خداوندا روح آپوپیس را قرین رحمت کن و او را ببخش و بیامرز.
با سوگند زهر آب پیش در خواب دیده بود. یوزارسیف به او گفت همین گونه خواهد بود. دور شدی کارم میکنی کسی، چرا دستات هم من بر نمیداری؟ رهایش کنی. دور شو از اینجا برو. چرا او را پایین نمیافری؟ چرا دست از مرده او بر نمیداری؟ از دور از بالای دار بماند. از اینجا دور شو. برو. دور شو. نه بر کسانی که همسر مرا کشتند، نفرین خدایان بر آن خاو، آمنهوتپ، پوتیفار و تمام کسانی که آبو میشد من گرفتند. آرام باش، اتفاقی است که افتاده است، کاری از ما بر نمیآید. آرام باش، آرام باش. زندانی نفرچفتا آزاد است. من آزادم. من آزادم. آزادم. تو جادوگر بزرگی هستی یوزارسی، در همه مصر نظیر نداری. تو 12 سال پیش به جرم دزدی و شرارت‌های گوناگون زندانی شدی و تا ابد میباید در زندان میماندی. اما کاهنان معبد آمان تقاضای آزادی تو را کردند. آنها گمان میکنند که تو اصلاح میشوی و به جای شرارت به خدمت معبد آمان در خواهی آمد. امیدوارم این آرزوی کاهنان جامعه امن بپوشد. باز هم کلام یوزارسیف درست نآمد. ارادت و ایمان من به او روز به روز افزونتر میشم. اینها همه نشانه های حقانیت این پیامبر خداست. ای نبی خدا، ما را موعظه نمی کنی؟ گاه هم بیا در هدایت بعضی از مردم موفق نبودند. مرده ها کلام حق را نمی شنوند. اگر هم بشنوند یا پشت می کنند یا کذب می خوانند و یا سحر می دانند. عالی جناب، چه شد؟
حرکت کن. عالی جناب، بخشی از زمین‌های حاصلخیز ساحل نیل را که مصادره کرده بودند به صاحبانش بازگردانید، ولی کاهنان معبد دست از تجاوز و خودکامگی بر نمی‌دارند. اگر یک روز هم از عمرم باقی مانده باشد آمون و کاهنان را زنده نخواهم گذاشت. شما چرا به علت اصلی نمی‌پردازید؟ اشکال در ریشه این آیین است. پرستش آمون و دیگر بت‌های مصری مشکل اصلی است. خدایی که نتواند بر اعمال بندگانش نظارت کند، بندگانش را به سوی خودکامگی سوق می‌دهد. شما باید به فکر تغییر این آیین باشید. آمون پرستی از آیین کهن مصر است. اگر می‌شود به سادگی آن را از میان برداشت. طولانی شدن یک خطا آن را موجه نمی‌کند. تا زمانی که این آیین در مصر هست، خودکامگی و چبابل هم هست. عالی جناب، من جوانی زندانی را میشناسم که با شما هم عقیده است. اگر مایل باشید او را به حضور شما عالی جناب. سینوه خلیل مخصوص دربار را خبر کنید. عجله کنید. این عروس باید تا به حال پیام شما را به آمنهوتپ فرمانروای مصر میرساند. پس چه شد؟ شاید او فراموش کرده. ممکن است مطلب به این مهمی را این عروس فراموش کرده باشد. ما همیشه در انجام اعمال خود مختار نیستیم. ممکن است به او اجازه گفتن نداده باشد. نمیفهمم. چه کسی؟ همان که نمیخواهد یوزارسیف به غیر متوسل شود، همان که غیور است و اشتغال بندگان را به اغیار نمیپسندد، همون نیز میتواند این عروس را دچار فراموشی کرده باشد. من چه میخواستم بگویم؟ در مورد چه کسی میخواستم صحبت کنم؟ با به هم خوردن حال آمنهوتپ جوان همه چیز از یادم رفت. چه حالتی سینوه؟ پزشک مخصوص دربار ماهی و در خصوص مغز و جمجمه مجربی، چرا بیماری آمنهوتپ جوان را درمان نمی کنی؟ گاه پزشکان مجربم در برابر بعضی از بیماری ها عاجزند و این از آن موارد است. بیماری آمنهوتپ جوان سرعقش است یا بیهوشی؟ هیچ کدام. من برای هر دوی اینها راه درمان دارم، اما از تشخیص بیماری ایشان درمانده هم. در نهایت چه؟ نباید برای رفع بیماری او چاره ای اندیشید؟ باید سعی شود تا پیدا کردن راه درمانی مناسب ایشان دچار هیجان و اضطراب نشود. من فکر میکنم ساحران معبد آمون بتوانند او را درمان کنند. مرا به درمان ساحران نیازی نیست. نفرین بر همه آنان، بر آمون و همه کاهنان و ساحران معبدش که جز شکمبارگی و چپاول به فکر چیز دیگری نیستند. تو نباید به آمون و خادمین معبد اهانت کنی. پس کنید بانو، من اجازه نخواهم داد در دربار من کسی از آمون و کاهنان حمایت کند. روید. تا معبد آمون خبرچینانی چون بانوتی در دربار ما دارند هیچ گاه شکست نخواهند.
ای آمون بزرگ، من به جز تو امیدی ندارم. چرا یاریم نمیدهی؟ مگر تا کنون به پیشگاهت نظر و نیاز نکردم؟ آیا سکه های زر، هدایای گرانبها نثارت نکردم؟ آیا بهترین غذاها را تقدیم تو نکردم؟ پس چرا یاریم نمیدهی؟ اگر ما بندگان نیاز خیش به پیش خدایان نبریم، از کجا پناه بریم؟ به که امید ببندیم؟ ولی بانوی من، شما همسر آمون و از الهه های معبد او هستید. چگونه توقع دارید به غیر آمون دل ببندید و آمون یاریتان دهد؟ ابله! آخر چرا مرا خشمگین میکنی؟ اگر در خانه همسران آمون بودم و کاهنان هر روز دست به دستم میکردن اشکال نداشت. دل بستنم به یوزارسیف اشکال دارد؟ آخر کاهنان خادمان آمون. خاموش باش! نمیخواهم بشنوم. باشد بانوی من، اگر اهانت به من شما را آرام میکند، من حرفی ندارم. مقصر خودت هستی. به جای اینکه با نیش کلامت بیشتر به قلبم بزنی، با زبان شیرین راهی پیش پایم بگذار. من که پیشتر گفتم، شما گوش نکردید. چرا به سراغ پوتیفار نمی روید؟ همان گونه که از او خواستید یوزارسیف را به زندان بیاندازد، همان گونه از او بخواهید که او را آزاد کند. و پوتیفار هم اصلا نخواهد پرسید از چه رو تقاضای زندان کردی و اینک چرا به فکر آزادی افتاده ای. پیشنهادهایت هم مثل خودت است. کاری ماما؟ بله بانوی من. خطا از من است یا از آینه؟ من پژمرده به نظر میرسم؟ نه بانوی من، با کمی آرایش ترمیم می شود. پس پژمرده شدم. اگر این افسردگی همچنان ادامه یابد، روزی که یوزارسیف آزاد شد چگونه با او روبرو شدم؟ خود را رنج ندهید. شما هنوز هم زیباترین زن مصر هستید، مثل گذشته شاداب و جوان و زیبا. من نمیتوانم این دوژی را تحمل کنم. باید کاری کرد. یوزارسیف چگونه تو را شکست؟ اما من دیدم او حتی به تو دست هم نزد. تو خود شکستی، درست مثل من. داری که چقدر همدیگر را دوست داشتند. این چه زندگی است؟ قلب دنیای مردگان از اینجا با نشان‌تر است. بانو با بالهوسی خود این خانه را سرد و بیروح کرد.
سینوه طبیب دربار را خبر کن. عالی جناب پوتیفار گویا حالشان خوب نبود. دیدم. چه کاری از دست من ساخته است؟ او به طبیب نیاز دارد، نه به من. چه بسا دیدن من حالش را بدتر می‌کند. قلب شما نامرتب کار میکند عالی جناب. باید از خشم و هیجان شدیداً پرهیز کنید و مدتی هم استراحت کنید. من چند دارو برای شما آماده میکنم که باید هر روز میل کنید تا اتمام دارو هم حرکت نکنید. چه میکنید عالی جناب؟ گفتم که قلبتان بیمار است، باید استراحت کنید. با همه اعتمادی که به سینوه طبیب بزرگ مصر دارم باز نمیتوانم استراحت کنم. حرکت برای شما خطرناک است. اداره امور مصر تلاشی شبانه روزی میطلبد، اما به شما قول میدهم که هرچه تجویز کنید عمل کنم. من از خودم سلب تکلیف میکنم و مسئولیت هیچ حادثه رو در قبال شما نمیپذیرم عالی جناب. میبینی کاری ماما؟ سنگ آسیا گندم ها را خرد و نرم میکند. گذر زمان انسان ها را. در این 8-9 سالی که یوزارسیف به زندان افتاد، بانو زلیخا به اندازه 20 سال پیر شد. تقصیر خودش است. هم یوزارسیف را به زندان انداخت، هم خودش را این همه رنج داد. سردرد مرا خواهد کشت. نمیتوانم تحمل کنم. سینوه را صدا کنید. شما زیاده روی میکنید عالی جناب. سردرد شما و بیماری شما از همین شراب است. تنها آرام بخش من همین است. اگر این بیخبری نباشد سردرد مرا خواهد کشت. عالی جناب فرمان روای مصر زنده باشد. لطفاً جامی آب بیاورید تا عالی جناب دارویش را میل کند. در حال آزمایش من هستی که درد مرا پیدا کنی یا میدانی که مشکل من چیست ولی افشا نمی کنی. مشکل شما افراط در نوشیدن شراب است. این را پیشتر هم من گفته بودم بانو، اما فرمانروای بزرگ مصر به توصیه‌های بنده حقیر توجه نکرد. من
خود میبینم که شراب درمان من است و تنها شراب میتواند مرا تسکین دهد. تسکینی موقتی، اما سمی مداوم و کشنده. چرا یاغه میبافید؟ میتوانی سردرد مرا درمان کنی یا نه؟ عالی جناب، اگر شراب را ترک نکنید ناچار میشوم جمجمه سرتان را بشکافم و کرمای ریزی را که به رگهای مغزتان فشار میآورند را از بین ببرم. کرمایی چه مغز مرا میخورم و آزارم میدهند کاهنان معبد آمون هستن که تا آنها را چاره نکنم درمان نخواهم شد. من به هیچ عنوان مغزم را به دست تو نمی سپارم. من به خداوندگار خویش اعلام خطر میکنم. مراقب خویش باش. یعنی چیزی از عمرت باقی نمانده. آمن. هوتپ.
چه میکنی یوزارسی؟ گل میپرورم. کاری که قرار است همه عمر انجام دهد. برای یوزارسی تفاوتی نمی کند، چه پروراندن گل چه پروراندن انسان. مگر نشنیدید؟ گفتم همه بیرون. نه تو بمان، با تو کار دارم. خوب گوش کن. مادرت آمون پرسته متاسفیست. نگذار در امور دخالت کنم. مرا پس از مومیایی کردن در مقبره‌ای که قبلا خود بنا کردم دفن کنید. ولی تندیس همون را با من دفن نکنید، چرا که من همون را باور ندارم. کاهنان موجودات خطرناکی هستند. آیین همون پرستی را فقط برای حفظ منفعتشان برگزیدن و برای حفظ منافعشان از هیچ کاری روی کردن نیستن. به آنان اطمینان نکن. همه اسرارت را به پوتیفار بگو. هرگز به تو خیانت نخواهد کرد. به مادرت احترام بگذار، ولی به او اطمینان نکن. همسرت نفرتیتی را دوست داشته باش. از او صاحب فرزند شو. نگذار نسل من از بین برود. نگذار سلسله تاتموزرس
سلطنت از فرمانروایی به طلوع غروب خورشید بود. امروز خورشید آمینوتب سوم غروب کرد. فردا خورشید آمینوتب چهارم طلوع کند. امروز آمینوتب سوم مومیایی می شود. فردا آمینوتب چهارم تاجگذاری می کند.